اول با این تعریف شروع بکنیم که بهره وری میشه چی؟ کلا گفتیم الان بلندتر هم بگیم. بله، خروجی به ورودی، اوتپوت به اینپوت. اوتپوت رو با چی میسنجیم؟ جی دی پی. و اینپوت تو کانتکست ما میشه انرژی. پس این میشه کسری که بهره وری رو توضیح میده، بهره وری انرژی. این کسر رو اگه برعکس کنیم میشه چی؟ شدت مصرف انرژی. تا اینجا داریم. ولی این با یه فرضیه. با چه فرضی؟ دو تا نکته رو باید ببینیم. یکی اینه که اینجوری در نظر بگیرید. فردا صبح داخل کشور مثلا به مدت یه ماه یه اتفاقی بیفته تا یه حدی محدودیت عمومی بشه، قرنطینه بشه، مثلا بگن که به خاطر کرونا نیاین بیرون. به لحاظ تکنولوژی اتفاقی نمیفته که بهره وری مصرف انرژی بره بالا. ولی جی دی پی کشور یه قدری کم میشه، ولی نه خیلی. شدت مصرف انرژی خیلی میاد پایین. بنابراین بهره وری رشد نکرده ولی شدت اومده پایین. میک سنس میکنه این حرفی که زدم؟ شما از فردا به خاطر کرونا میگن کمتر بیاین بیرون، جی دی پی یه قدری میاد پایین، مقدار مصرف انرژی خیلی میاد پایین. پس کسری که دارین شدت مصرف انرژی خیلی میاد پایین. ولی بهره وری انرژی آیا در کشور رفته بالا؟ نرفته بالا. پس این دوتا دقیقاً عکس هم نیستن. یکی به این دلیل، مورد اول اینه که شما یه سری صنایع دارید در جی دی پی تون ذاتاً انرژی برن. چجوری میخواید بین یه واحد پتروشیمی و مثلا یه شرکت کارگزاری مصرف انرژیشو همسنگ سازی بکنید؟ خیلی سخته. متدولوژی براش وجود داره ولی سخته. همسنگ کردن این دو تا توی اقتصادی شما دارید، این اقتصاد ذاتاً رفته سراغ بخش صنعت. در مورد بهره وری انرژی این که صحبت میکنید با بهره وری انرژی اقتصادی که بیشتر سرویس، دو تا چیز متفاوت. بنابراین این دو تا آیتم رو، این A و B که اینجا نوشته، این دو تا آیتم رو باید لحاظ بکنید تو مقایسه اینا. یعنی مطمئنا، خلاصه حرفم، مطمئنا ذاتاً اقتصاد ایران شدت مصرف انرژی رو در نمودارها نشون میده که بالاتر از اقتصاد مثلا سوئده. ذاتش اینجوریه. این که چقدر از این ذاته به خاطر بهره وریه، چقدرش به خاطر ترکیب جی دی پی مونه، تفکیک این دوتا خیلی سخته. این دوتا باعث میشه که این دوتا دقیقاً عکس همدیگه به لحاظ ریاضی باشن ولی دوتا دقیقاً عکس همدیگه به لحاظ مفهومی معنایی نباشه. رسوندم منظور رو؟ همین. خب خواستیم آمار شدت مصرف رو ببینید، این کلمه اون بالا رو سرچ بکنید، آیه انرژی اطلس، میجرهای مختلف رو آورده. توتال انرژی پروداکشن، کل انرژی که تولید میشه. توتال انرژی سپلای تقسیم بر جی دی پی، جی دی پی که با پرچیسینگ پاور پریتی اومده ادجاست شده با دلار 2015. واحدش هم اینجا هست دیگه، مگاژول بر 2015 یو اس دی پی 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 میشه خط اول، اون خاکستریه. توتال انرژی پروداکشن، اوورال انرژی سلف سافیشنسی، چند درصد انرژیشو خودش تامین میکنه یک کشور. توتال انرژی سپلای تقسیم بر جی دی پی، همین کسر با واحد پی 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 و تقسیم بر جمعیت که میشه سرانه. اینا میجرهای مختلف مرتبط با انرژی هستند. دو سه آخر مربوط به شدت و اینها هست. خب دیکاپلینگ رو گفتم دیگه، گفتیم دیدین که رشد میرفت بالا، رشد جی دی پی ما داشتیم میرفت بالا ولی نرخ رشد مصرف انرژی به همون نسبت نمیره بالا. شکلش میشه چی؟ شکلش میشه این. شما این واسه دنیاست، جی دی پی رو اومده ایندکس کرده، میبینید که در واقع انرژی سپلای به همون نسبت نرفته بالا. یعنی جی دی پی دنیا انرژی اینتنسیتیش اومده پایین. دلیلش چیه؟ یه ترکیبی از اون 4 تا عاملی که مثلا مکینزی گفته بود، یه ترکیبی که همسانه. حالا ما اگر این دوتا رو بر هم تقسیم بکنیم میشه بهره وری و اگه کسر رو برعکس بکنیم میشه این نمودار، شدت مصرف انرژی که نزولیه. همونجور که انتظار داریم موقعی که اون دوتا از هم جدا میشن، کسری که اونو نشون میده در حال افزایش عددش، کسری که عکسشه که میشه این کسر و یا شدت در حال کاهشه. و هم برای دیولپینگ کشیده هم برای کل دنیا. نمودار رو به چند شکل می‌بینید.
دیگه حالا یه چیزی من رفرنس میخوام معرفی کنم که اونا رو آوردم نیاز نیست همه رو ببینید. خب این برای چین رو شما می‌بینید که رشد بهره‌وری یا کاهش شدت قابل توجهی داشته، اینجا می‌بینید، و همینجور برای در واقع بقیه اقتصادها برای کشور اوپک و اینا می‌بینید. اوپک رو می‌بینید چه روندی داشته؟ تقریباً تنها جایی که گاهی برعکس هم رفته. خب خیلی اقتصادی هست که قیمتا توش دستوری تو اکثر کشورها تامین میشه، چون فراوانی دارن بیشتر دستوری تعیین میشه. بنابراین یه جاهایی میبینید عکس ترند جهانی هم رفته، ولی گلوبالی کلا اینجوریه. شدت مصرف انرژی در ایران باید تو این انرژی ببینید دیگه، تو این چیزا ببینید. ایران معمولاً جزء تاپ 20 تو همه این میجرا تو این دو سه تا عکس نگاه بکنید جزء 20 تا اوله. کیا از ما بالاترن؟ اینایی که اینجا میبینید معمولاً بالاترن. حالا همین مثلا کنگو و ترکمنستان و توگو و اینا، ایران مثلا تو اوردر 10 تا 20 معمولاً قرار میگیره، یعنی جزء 10 تا اول نیست، جزء 20 تا اول شدت معمولاً. همین اطلس رو ببینید به نظر من بهترین کاره. واقعا ایده ندارم که نزولی بودی یا صعودی. فکر میکنم صعودی بوده شدت. صعودی. آره باید صعودی بوده باشه. ولی واقعا نمیتونم باید بگم. احتمالاً آره. بله تو این 10 سال شما هر چیزی ببینید. تو این 10 سال هر چی که مخرجش جی دی پیه، آره. عرض به حضور شما که این انرژی اینتنسیتی رو تو گزارش این نمودار جالبی و بسیار محل بحثه. نکنید گفتیم ساختار جی دی پی، شکل جی دی پی چجوریه. نکنید بر حسب بخش‌های مختلف اومده ترکیب رو گفته که چقدر انرژی اینتنسیتی داره. اینو نگاه بکنید، مثلا سرویس رو به طور کلی کوچیک دیده، مانیفکتچرینگ یا ساخت رو بالا دیده. بعد کمیکال و پتروکمیکال شما نگاه بکنید، از بیسیک متال کمتر دیده انرژی اینتنسیتی. خب خیلی محل بحث دیگه، یه اوریجی گرفته دیگه از یک جامعه اومده. کمتر نه. آره آخه تکنولوژی فولاد ایران خب متفاوته دیگه. این در مثلا دنیا یا در اروپا که باز تو اونجا هم اینجوریه. یعنی احتمالاً ایران که باشه اینجا هم یه دونه دیگه نیازه. یا تکنولوژی ما که احیاء من حالا دقیق نمیدونم که مستقیم دارن، تکنولوژی مرسوم دنیا نیست. درست میگم؟ خب اینو اگه میشه فقط توضیح بدین ما هم بفهم. یکم بیشتر توضیح بدین. میگیم الان ما ذوب‌آهن رو یه فولاد مرکب دیگه بعد ذوب‌آهن میشه زغالسنگ، اینجا میشه گاز و برق، یعنی الان انرژی اصلیه. این تفاوتی که حالا برای این و توی دنیا بیشتر تو بحث چین تا مثل ذوب‌آهن، یعنی زغال عملاً مصرف اون ارتباط این دو تا رو داریم صحبت می‌کنیم. آره اما چیز دیگه اینا رو تو محاسباتشون میارن دیگه. تو اون مدل که خروجی شما یه چیزایی دیدیم، همه اینا رو معمولا، یعنی یه عده‌ای که من همیشه این مثال میزنم، یه عده‌ای که کارشون فکر کردن به اینه، مثلا من شاید هفته 2 ساعت فکر کنم، یکی دیگه 4 ساعت، یکی 6 ساعت. یه عده دارن که صبح تا شب دارن به این فکر می‌کنن، اینا رو میارن. آره نه تو مدل معمولا میارن، ولی مشکلی که فقط دارن که فرضیات رو کامل پابلیش نمی‌کنن. این مشکلشه. یعنی نمیتونی مطمئن باشی که دقیقاً همین یه دونه هرم دیدن نه. این مشکلیه که داره. ولی اینا میارن، اینا رو خیلی میارن. انقدر مدل مثلا برای بهره‌وری رشد تکنولوژی انقدر اینا رو مدل میکنن که اصلا پر از خطا هست، ولی مدل
مقدار مصرف گاز یه چیزه، شدت مصرفشون یه چیز دیگه است. این نمونه شدت داره صحبت میکنه دیگه. یعنی اومده خیلی، یعنی فرضیات پشت این انقدر زیاده که واقعا میتونه زیر رو کنه نتیجه. اومده داره میگه دلاری یه جایی داره یه عددی ارزش تولید میکنه، یه نیروگاه یا یه واحد پتروشیمی یا اینها، این به ازای این دلاری که تولید میکنه چقدر که دلاری منظور ارزش افزوده شده، درآمدش ارزش افزوده که تولید میکنه چقدر مگاژول انرژی مصرف میکنه. خب سوال اینه که ترکیب سوخت و خوراک چقدر تو اون پتروشیمی، تکنولوژی چیه، تکنولوژی فولادیه چیه، اینا هم مهمه دیگه. شما اینا رو بذارید خیلی ممکنه فرق بکنه. بنابراین خیلی این میخوام بگم خیلی ایلاستریتیوه، خیلی ایلاستریتیو.